سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. امید است که جور صحت سلامت باشین هر گوشه دنیا که هستید. دوستان عزیز، ضیاءالحق محمدی هستم و با ویدیوهای خنده‌دار و جالب ترین ویدیوها با ما باشید. دوستان عزیز، هموطنان افغان ما خیلی تیک توک های جالب و جذابی می سازند. راستی در این باره خواستیم که یک ویدیو درست کنیم و بریم با هم بیننده باشیم. بریم ببینیم. لالا یک مانستر بده. مانستر خو یک دانه مانده. ما میگیرم. قیمتی چند است؟ 100 افغانی. ما 300 میتم. ما 500 میتم. ما 600 میتم. ما 800 ما میتم. 1000 میتم. برو لالا است تو باشه. ببینید دوستان عزیز، چی واقعا سودایی کرد. واقعا خیلی ویدیوهای جذاب است، واقعا که خیلی ویدیوهای عالی است. دوستان تا آخر ببینیم. مرا لالا حق ما. واقعیت که خیلی ویدیوی جالب و جذاب است. هموطنان عزیز ما لطفاً چینل ما را سابسکرایب کنید، ناگفته نمانید و زنگوله را فشار بدید تا از ویدیوهای جدیدی ما با خبر شوید. خب بریم ویدیوی بعدی. امی 1 تا 14 پرو مکس بده، گولد ادیشن باشه، گولد باشه، طلا باشه. نه برادر، خودت واس قوطی شاه. اوه اوه چیزی از خوشت آمد. اوه چقدر خوبیش هستک. یک چند هستک؟ ارزان است. 10,000 10,000 گگ. ببینید دوستای عزیز چه خوبی میگه ها. 10,000 و 10,000 گگ واقعا که خیلی جالب است. تا آخر دوستان ببینید و بیننده باشید. گگ 10,000 10,000 1000 در پس. او بیادری 10,000 است. 1000 در پس. یک دیس 1000. او بیادر کی چند شد؟ در پس. این چند شد؟ 1000. چند شد؟ 10,000. تبریک باشه 10,000. انت بفهم نه؟ کسی خبر نیستم. فرق معیشت است. ببینید دوستان 10,000 در فرادان و ای گفت چند است؟ گفتی 10,000. ایرم میگن با تیک توکرهای افغانی. آفرین شما. چه جالب تیک توک ها جور میکنن. والا نوشک جانشون. دوستان عزیز، لطفا چینل یوتیوب ما را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار بدید و از ویدیوهای جدیدی ما با خبر شوید. تشکر که از اینکه با ما هستید و حمایت میکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. وقت خوش